نیروی وزنی 78 کیلوگرم یونی نوروز که در سپاری به والیبال وزنی 78 کیلوگرم صورت میگیرد. توفها رو برای والیبال معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد شاکر علی مردان عبدالاحد و محمد طالب شاکر باقیوف برندگان مدال های دیرکتوری مکتب معرفی می شوند. جمهوری از نمودهای کشتین سوگیرزاده پرویز تقدیم مقام‌های سیوم را ابوبکر باقیوف از تاجیکستان و کریمزاد قهرمان جهان در رشته قضا کورش برنده مدال نقره این مسابقات اعتراف گردید و محمد شریف قهرمان جهان در کشتی سم میان جوانان محمد شریف نجمیدین و برنده مدال طلا شد. محمد شریف نجمیدین همچنین به غالبان و برندگان مدال های برنجی وزن مذکور 2500 سامان تحفه پولی تقدیم کرده می شود و صاحب مدال نقره 5000 سامانی و برنده زینه اول این مسابقات بین المللی 10,000 سامانی مکافات نوروز بین المللی تقدیم می گردد. اکنون به شرافت پیروزی پهلوانان تاجیکستان در دو وزن تشکر. عکس خاطروی باز هم یک لحظه دیگر برداشته می شود و ما برای معرفی چهره‌های ماندگاری بانوان فرصت داریم که آنها را اینجا نزد پهلوانان با همدیگر زفر عکس کنند. برداری میکنند. والیبال وزنی